بتونن کنترل بکنن که روی بلوتوث کار بکنه، از مموری کارت بخونه اطلاعات رو، یا از طریق iOS باشه و یا روی مود رادیو باشه. الان روی اتاق یک ضربه بزنن یک صفحه جدید باز میشه. اینجا توضیحات رو نوشته سینگل چنل کنترل ID 143، یعنی ما به رله‌ای که ID 143 داره، یعنی سابنت 1 و دیوایس ID 43 متصل هست. با لمس این دکمه سناریو چراغ‌ها خاموش میشه و موسیقیمون پخش خواهد شد. روی قسمت به علاوه اگر که کلیک بکنید اینجا ردیف دوم، من روی علامت به اضافه اگر که کلیک بکنم اینجا از من نحوه عملکرد کلید رو میخواد بپرسه. به محض اینکه در باز بشه سیستم امنیتی من فعال میشه.